احترام میزنیم اینجوری میشه. سلام، خیلی مخلصم. این یه ماشینه موتراش، ریش تراش، چی بهش میگی؟ موزه. گوشی آیفون 12 پرو مکس همو خورد کرد. مهدی حسینی امروز روزیه که باید انتقام بگیرم و همتون به من حق میدین. بعد 2 هفته تازه آروم گرفته. با بچهای داخل آرایشگاه یکی از بچه‌هایی که اون داخل حال اسم نمیبرم زد و بند داریم. به ما گفته که الان مهدی حسینی داره میاد آرایشگاه و من الان ورود و مهدی حسینی رو دیدم، بعدش پشت سرش رفتم برای انتقام. حالا اتفاقای خفنی قرار بیفته، ما رو نگاه کنید. اجازه است من چی بگم؟ بفرمایید. زدی ضربتی نوش کن. یادم رفت لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مثلا تاثیر داره من میگم، یعنی الان اینا لایک میکنن. بله آقا انتظارم. آقا وایسا یه جمله سوسماستی بگم. بگو. کسی که گوشی آقا حامدو بشکنه باید موهاش زده شه. من الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم مهدی حسینی داخل نشسته، داریم میریم. اتفاق خفنی میخواد رخ بده. تا آخر ما رو نگاه کنید. خیلی مخلص. زنگوله. سلام. سلام بفهم خواهش می‌کنم. سلام نشه. آقا ببینید سلام. دو بار زنگ زدیم آقا. من نوکردم، نه این حرفا چه داشت پیش میاد، اشکال نداره. بعدای سر دور تو یارم عشق من. بعدات شما آقا ببخشید اگه ناراحت شدید. از دو بار زنگ زدم معذرت خواهی کنم. سلام این چرا فیلم میگیره؟ گفتم استوری بذاریم اگه شما اجازه بدین. واسه یوتیوب گفتم کلیپ رو استوری بذاریم. بعد شما باشم خوبی، سلامتی، آقا خوب هستی، سلامتی. بعد شما باشم، تاج سر منه، قربون شما برم. آقا مهدی تبریزی هم با شما بود. استوری رو دیدی گذاشته. چی تو بزن؟ چیزه؟ موهام تو می‌زنی؟ آرش. والا گوشی که آره یه دونه رفتم امروز از بچه‌ها گرفتم. نه بابا این حرفا چیه، قربون شما برم جان. با شما سپون جون. آره اونو بعد پاکسازی بزنیم رو صورتش. من بشینم مومو بزنم؟ آره چون میخوام بزنیم. جون ماسیون. سلامتی؟ جان آره. آمدی به خود میرسی یا ماشاءالله. جون. کیویه؟ بله کیوی. زیادم میگیری ها. نه زیاد. حیف ماشاءالله. یه ماشاءالله حوصله میخواد مو این همه مثلا بوده. ولی عشق دیگه، عشق. حالا ما یه شوخی با آقا مهدی کردیم، آقای همینی شما حالا جریانش هستی. بنده خدا حالا من نمیدونستم آره تازه من پیش نه با شما باید ببخش. من نوکرم دور سرت یار. نه آقا این حرفاشه، من کوچیک شما هستم عزیزم. حالاش بیاد چون از من اینو بدم به خودش میرسه آمدی. آره ماشاءالله. با کلاس بازی های آرش دیگه. من این فقط میخوام زیر چشات ردیف شد. معلومه اینجا چقدر میخواد آب بخوره واسه آهنگ از حرفا چی ها؟ مهمون ما تازه سری داداش. همینجوری بمونه آرشی؟ آره نمیافته؟ نه من ازت فقط فیلم ها دیده بودم. کیویه چیکار میکنه؟ این صورت منافذ صورت باز میکنه آمدی. خیلی عالیه. آبرسان پوسته. بیده خونه شبا بیکاری میدونه اینو بذاری. عالیه عالی. آمه
حامد لاشی بازی ها چی در میاری؟ داشت دوتا مو بود دیگه دوتا مو زدم دیگه چی شده مگه؟ بابا موی چی زدی؟ دوتا مو زدم چی ماشی میدی بهش؟ من ندادم ماشین چی داد بس؟ تو دادی بهش لاشی 20 ساله من داشت موهامو نزدم رید توش رفت داشت مو تو نزدم که حامد داداش بابا میخوای تلافی کنی آقا میخوای تلافی کنی نه آقا بابا مشی احترام میذاریم اینجوری میشه داداش عقده‌ای نباش داداش عجب گیری کردی بابا لاشی بازی حدی داره خجالت یکی باید این کارو بکنه چیکار میکنی تو آخره خواستم شروع لاشی بازی چیه بابا چه این دستور من بود تو زدی حامد برو بیرون برو بیرون بابا برو دارم اینجا مغازه‌مو برو بیرون برو چی سال خوبه جد میده اینا مهدی بستش بشین رید تو سرم رفت داداش اصولی تو چرا جمع میدی؟ آمدی وایسا آقا جو بقادم اینجا گفته جمعه سر گوشه وایده میخواد تلافی کنه بگو نمیدونستم گفتم بهش اون روزو داشت من نمیدونستم دومی مخفیه که آمد بشین درستش کن حالش چی رو درست میکنه؟ در وقت زدیم تو بشین نه نوکش رو گرفته بود بابا شوخی کرده دی آمدی سر به نگاه خدا احترام بهش میذاریم بابا شوخی کرده دی برو با آمد برش تو دیگه برو برش این مورد دیگه نمیشه درسته باید بزنیم آقا نشان شیشه رفت تو پام دیگه نکش دیگه اینجا نمیشه دیگه داداش ماشین افتاد دیگه نه این گوشه است 20 سال من موهامو نگه داشتم اینقدر افتادی من بیخیال نمیشم گوشی بیا جلو بیا جلو من تصویر من دیده میشه گوشی 40 میلیون منو چکونده 40 میلیون از من کم شده موهاشو میزنم همین امشب میزنم مو هاشو برو تو برو یه دو سه دقیقه یه دقیقه باشه درست نمیشه که چی شد درست کنم زده داداش پایینش پایینش اینه آیدش زده اینه ها اینو الان صاف کن دیگه اینو زده چیکارش کنم خب داداش چیکارش کنم اینو کلش چیزی بیاره اینو زده اینو من الان چیکارش کنم داداش چیکارش کنم حامد چرا حامد دیگه زد دیگه خدایی داد و بیدادم نکنم بچه همه دیگه چی بهش کرد عقده مو ندارم که چرا زد من میبینم دیگه نمیبینم برو تو سکته نکن میرم نوشم بخواب خوردم حالا بشین نمیخوام برم ولش کن احترام میذارم این چی کار کرد کله منو چی همون نمون تو چی داره فیلم میگیری؟ برو دیگه همه باید جنبه داشته باشیم دیگه ناراحت نباید بشه ایکیوسان دیدین؟ ایکیوسانی باید بزنه یه طرفش قارچی شده بیا بالا امیرعلی نگیر آقای محترم لاشوزر با چی داره میگیری تو؟ گوشی افتاد زمین گفتم نمیگیرم یکی دیگه موهاتو زده آقا میشینم من نمیترسم که دوربین چرخون سمت من بری میترسی یا امیرعلی زشته امیرعلی بیا بیرون آقا نشستم میخوام موها بزنم آقا حسین ول میکنم سرت اینا میگم میخوام موها بزنم با شما چیکار دارم گوشیتو بذار تو جیبت هر کاری میکنی باشه
بعدی کردم اما دارتش بابا دیگه شوخی کردیم اونم شوخی من شوخی کردیم. نکردم بشین ماتو بزنش. داداش اونم گوشه 40 تومانیش رفت دیگه. آرش کو؟ بترش من که اصلا به من چه ربطی داره؟ کی ماشو موزر میده؟ من ندارم خودش برداشت. من فکر کردم داره با خودش کنه کلش رو زد دیگه. آرش ببین نمیشه موشو درست کرد؟ چی شده درستش؟ تمام شد نه این ورش اد کردن پایین تره میتونی صاف کنه. میخوایم اینقدر بلند بذارم؟ دوربینت کجه؟ حالا بذار همینطور که گرفتی بگیری. میخوام بزنم دیگه. زدی ضربتی نوش اومد منو زد گوشی زده؟ افتاد زمین زده؟ بخواد ماشو میزد برو تو ببین نباشه نباشه. خب باشه ماشین رو بگو چیز کنم بچه ها بهم آمد به ماشین آمد میرسه خودم میتراشم میریزم پایین ولی باشه من معذرت باشید آقا من افتاده تو بدی نکردم ببخش شرمنده تو هم داشت بزرگی منه ببخش شرمنده تو رو خود دیگه بابا به من چه نه سنگ نه آی سنگ نزن میارم تو رو آقا من طبق عادت همیشه از آقا مهدی عذرخواهی میکنم ولی خدای بهش میاد آقا نمیاد این ریشام که واقعا بهشون میاد نه خب نشون بده نیمرخ شد آقا واقعا زده شد بعد چند سال؟ من به دنیا نیومده بودم موهاشو نزدم آقا مهدی حسینی این نشانگر اینه که میگه که اگر ضربتی نوش کن ضربتم یعنی گوشی که 40 میلیونی که قصارت به من وارد کردید ما تو زدیم چیزی ازت کم نشد جز موهایی که قدیم گفتن بزنی من آقا راضی دیگه راضی آقا کسی نیاد بگه چرا موهاشو زدی خودش راضیه آقا اینجا کش پیدا نمیکنه دیگه یه شمو بده تلافی نمیکنه به من جمعه 1000 تو بردا بیاد سر صورت منو کلا بزن یه جمله بگم یا موهامو میزنم یا 19 سال نمیزنم خیلی مخلصم آقای فیلم بردار بیا برگرد خیلی مخلصم فدای همتون بشم آقا مهدی حسینی با جنبه ترین آدمی بود که دید حالا ادیتور اینو نشون بده ببینیم با جنبه بود چه نه آی سنگ نزن مینی جنبه با جنبه که ولی خب در کل در کنار آقای مهدی امینی آقا مسعود اقوامی آقا مهدی حسینی آقا مهدی تبریزی سالار آرش مرتضی کوچیک همتون محمد تبریزی فیلمبردار امیرعلی عبدلی ما رو دنبال کنید اینجاست که میگم آقا مهدی چه خوشگل شدی امشب چه خوشگل آسمونی ولی موهاشو زدم